سب دادش. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ فدات بشم داشتی. فدات بشم. میتونم تلفن بزنم؟ ببخشید دو دقیقه. الو. سلام داداشم، خوبی؟ کجا داداش؟ نوکرتم. آره بابا محمد اینا دعوا شد زدم واقعا. آره بابا شایساره. کجایی تو؟ ببین الان مرده پول ریخته برای درگیری ها. بیا داداش بیا، چون تو هیکلت رو فرم‌تره، تو بیا بریم. نوکرتم دایی. بیا تو ماشینم. آره مسافر زدم. بیا بچه‌ها رو رسونیم بعد میریم درگیری. قمه همه چی تو صندوق داداش. بیا نوکرتم. او باشه شرمنده من. یا دوستا رو سوار بکنه. دادا بشی داداش. سلام برار. نوکرتم دایی. چه خبر؟ میزان باشی دایی. آقا ببخشید ما مسافر شما سوار کردیم، یه کاری برامون پیش اومده. سلام. درگیریه، باید بریم اونجا بریزیم مغازه رو با هم. شرخریم ما. شما؟ بله. استایلت اینجوریه؟ جان؟ چیزی شده؟ نه استایل هم اینجوریه دیگه. آره. دانا داداش چطوری؟ بلای تو بشم. خوبی؟ زنگ زدم دو سه بچه‌ام دارن میان. من زنگ زدم ممریخ اینا سر سله بودن. گفتش که چوب بیسبالی و اینجور چیزا و زنجیر منجیر همه چی گفت تو صندوقت گذاشتم. اوکی. برسم اونجا زدم روده بشم داداش، یا چک و پاس میکنی یا رودهاتو میکشم بیرون. رم نمیکنم. تو پزتا میذاری میاد. خالکوبیمو پاک شد برعکس. خالکوبی داشتم. زندان پاک شد. آره. همین آدامس رو میزنی؟ آها. نه. آدامس. نه خالکوبی پاک کردم. نه که با توف میزنن. نه از اینا که تی میزنه. من اصلا اینجا داشتم بیاد مادر و خوار مادر همه چی داشتم. اصلا طرف خالکوبی داشت. داداش خالکوبی منو میدیدن خیس میکردن. من تو زندان صاببند بودم. وکیل بند ببخشید. نه جدیدا میگن صاببند. اون تو زندان بمون اختشاش نشه تو زندان، چون من بزرگ زندان بودم. همه میخوابیدن کف خواب. کسی جرأت آره داداش؟ نه شما. آره. اسمت؟ من آیدین کوچیکه. آیدین سهله. من آیدین سهله معروف بودم. من کفتر دوز بودم. منو گرفتن. دیگه افتادیم زندان، خراب شدیم و دیگه اومدیم به خاطر هیکلم و اینا چک پاس کن شدیم. دیگه چک پاس کن دیگه. این بخیره نمیبینی تو اینجا؟ ببین بخیره رو قمه خوردم دیگه. نگاه. خیلی هم بعدش ببین اینجا قمه رو 3 تا 4 تا بخیره خورده. من فکر کردم پشه نیست. نه من فقط میخوام بدونم کی جرأت کرد به تو بزنه. تمام. کفترم. کفتره؟ کلا خودی برنامه‌مه. رفاقتی کفترباز میگی؟ آره دیگه. بابا من این نامرد داداش، من رفتم بودم داداش چکو پاس میکنی نمیکنی با افتیر میزنه. فندکو پرت کرد خورد اینجا صورت من اینجا. عصبانی شدم کشید قمر زد. اینجوری قمر خوابون تو چوب رفت تو صورت من 4 تا بخیه. بعد الان تو اسنپ کار میکنی؟ دیگه آره دیگه، ما اسنپ مشتریامون تو اسنپ پیدا میکنیم. مثلا شما میشینی چک میگی چیزی داری بگو من پاس میکنم. فقط تو بگو عکس نشون بده. فدات بشم. اذیت نشی. نه استالمه. تو خیلی بالا وای میستی. فدات بشم. من البته دکتر سراغ دارم اینا عمل میکنه. نوکر تمام داداش. من همینجوری هیکلم مثلا تنگم نمیپوشم. دستت میاد اینجوری. داشت اینجا ببین جو قمستا چوبه داداش، جو قمه رو میبینی؟ کل بدنت ببین بده نگاه بندازیم این کجاست. اینا داداش این کوچولوه. کل بدنت خطیه. نه واکسن هم میبره. اینجا قمه است. خطی دیگه. خیلی ناجوریات دارم درستشونه. میخوای بیشترش کنی؟ نه فایده‌ش هم نکرده تماشا. تو دید باشه. نه بابا دیگه اون ور دیگه. گوساله نگاه داره میکنه؟ نه آرامش کن. ما مسیرمون فقط به خاطر تو پاره میکردمش.
لقب چیه؟ من لقب ندارم. اسمی احساس میکنم نمیشناسم وجود داری؟ از این شوخی میکنم فقط بشم نوکردم شوخی میکنم فقط من رفیق بشیم اینجوری صحبت میکنم من اون کوچیکه رفیق میشیم نوکرتم من بیشتر فقط همین وسیله زندان میبرم چک پست میکنم وسیله زندان میبری؟ آره دیگه انباری میزنی؟ نه چی هبل انباری چیه؟ چجوری میبری تو؟ من هیچی خودم میزنم به بیوشی منو میبرم بند متادونیا یه مالم بده آره باید چیزی ببرم تو که نبود شوخی کردم بابا آره استایلم غلط اندازه نه بابا جاسازی چیزی نه بابا داداش قیکرم غلط اندازه ترسناکم وگرنه دلم مهربونه خیلی ترسناکی فلت بشه من اصلا نمیتونم چهره تو نگاه کنم من نه راحت باش نگاه کن نخوشیم آره کلتم بخیه رو دیدی خدایی اینو دیدی چاک خورده داداش تو لقب چیه اسمی خدایی اسمی نیستین اسم نداری لقب داری بگو بشناسم تو ببین تو تیم من تیم تو آره خدایی تیم دارم چک پاس کنی ایزم موتور رو کردم چی تو خودت دیدی من که تیمم داری آره داداش من نگاه شدن نگاه داری 4 تا هویجم بکنیم تیم هم ببینیم خرید بشم داداش نوکر دانا قطعتیه پشت سر نوکرم سر بابا دیگه استخدام میکنم بالاخره کفتر یه نوچه این هم این چیه دیگه این سردسته تیم منه دانا آره سردسته خیلی حرفه‌ایه اصلا دانا ببین اراده کنه کشته فقط کافی اراده کنه من بهش میگم میکشه این آره داشت هیکلش نگاه کن دیگه نه من بهش یه تک زنگ بزنم پاره میکنه دانا الله اسما رو نگاه کن آیدین دانا اصلا پشمو طرف میریزه اون من سله داشتم 2 هکتار بابا کفترای منو موقع جنگ با داعش به من میگفتن داداش کفتراتو بیا موشک ببندیم بزنی داعش اینقدر کفترای حرفه‌ای بودن اصلا آبادانی که نیستی نه داداش آبادانی نیستم بچه قربانم چه ملت شیشه رو بدیم پایین چون زیاد تای خالی میبندی نه داداش خالی نبستم اصلا اینجا حجمش پرشه بطوری نه بابا اصلا خالی بندی این حرفای من داداش بخیه که دارم نشون میدم اینجا که پاره پوره است جر رفته لباس و نریدایی زیر لباس که اصلا ندم بالا رو چی داری که زیر لباس چی داشته باشه داداش دو خط خطی نمیخوام نشون بدم نمی‌کنم مسیر تو ادامه بده چش. سرت درد میکنه کرده داداش بالاخره بخوای استر کنی باید درگیری بکنی دیگه درگیری رو اسم کنی دیگه ادب داشته باش استر کن حرف اول ادب میزنه قبول دارم حرف آخر هم ادب میزنه واقعا قبول دارم خدا بهش گفتم دیگه نه بابا پایینم ترکید گفتم دیگه من قهوه خوردم در میرسم خیلی گنده‌ای به خاطر کار من آره شرمنده‌تونم داداش تکرار نشه دیگه چش شاد بده پایین چش داداش شرمنده ما درام ادب حرف میزنم نمیتونی جلو خودتو بگیری ببخش من اصلا یه چون روشنه سرمنده من اصلا ما شوخی کردیم داداش ما شوخی دارم میگم ما اصلا ببخش غلط کردم اصلا چش دیگه هر چیزی اندازه خودشو داره بله چش نه من اصلا داداش پسر من خوشت میاد من دارم اینجا ول کنم نه بابا شوخی کردم خب میخواستم همیشه دوست داشتم مثلا منو چیز ببینن اسمی ببینن نه دوستدار در میارم همیشه نه داداش این چیزا آنتن نمیده دقیقاً نمیدونم عشق اینجور چیزا رو داشتم دیگه بچگی عشقشو داری علمشو نداری بله نمیدونم چیکار کنم بابا من دوست دارم اسپی بشم همه میگن آیدین ریخ آیدین تیخ آیدین یکونیم اما من بترسم چیکار کنم من از چیه تو بترسی؟ چیه اصلا شما نترسیدی هم من الان خیلی ناراحتم نیم صفر صدات کنم آه آیدین صفر آیدین صفر خوبه آیدین صفر دوست دارم آره صفر هم خیلی خوبه آیدین صفر ترسناک هست الان شما هم میترسی من آیدین صفر باشم اینجا که نه برای زندان بگی آیدین صفر همه اصلا اینجا هم میکشن تو بند و عاشقت میشن جدی داری میگی تموم شد پس آیدین صفر دانا یادت باشه آیدین صفر اسمتو بذار آیدین صفر پشماشو میریزه بگم آیدین اونجا صفر صفر زیاده ایول ما خودم چه صفر دیگه مشت و لگد همه چی بقیه تموم شد من بترسم منو تو بند بکشم ببرن تمومه ایول من یعنی قدرت بهم دادی کرد پای صفر فدات بشم داداش بخیام معلومه
خدایی یا بزرگترش قفلی دو بخیار کنم شرمنده تن اینا کجا اومد تو ساله بکشم قمه رو لهش کنم مکردم آقا که من بیام تو تیمه من تیم ندارم مکردم تاج سر خیلی بد فرم وای میستی بله فرمم چجوری وایستم نظر منو داره اذیت میکنه فدات بشم بابا ترسیدی هم من نترس کار ندارم ما میترسیم کارتم خب من چجوری دارم وایستم نترس اصلا نترس کاری ندارم نترس هیچ کاری ندارم صاف میشینم ترسیدی نه شاید ما با مرام نو کارتم شب نمیدید شب لگه نمیدونم 9 سال دیگه باشه سرت درد میکنه نه شما آدم مهربونی هم عشق اسمی شدن دیگه داره خطرناک میشه بچه ها این چیزی بگم به شما دیگه داره عذرخواهی میکنم از شما ناراحت که نمیشه نه میشه وایستم بله چون میدونم شما ناراحت نمیشین مطمئنم دل مهربونی داری ما قدش داریم ویدیو بزنیم تو رو خدا عصبی نشه یه ساعت داریم با کله ما خودی همین الان پاک میکنم اگه بگی پاک کن به خدا پاکش میکنم عصبی نشه نبودی نه بودم که ولی مثلا هماهنگیم و اینا که مثلا ویدیو فام بگیریم بعد داری نگاه میکنی منو به خدا دیگه داشتم کم شد میدونم برای همین گفتم آمپر میشد من عذرخواهی میکنم پاکش میکنم همین الان اگه بگی پاک میکنم ببین اینجا دوربینه این پشت این پشت آینه هست دوربینمون اینجا راضی نباشه همین الان پاکش میکنم فقط عصبی نشه چون هیچی نمیگه آمپرش رفته بالا اون ناراحت نشد دیگه تو خدا میگه خوش بشه نه میبینم کجا پیاده چرا میشی میریم نرسیدیم که من اینجا دور زدم که ویدیو بگیرم شرمنده‌ام